وقتتون بخیر باشه دوستان. به کانال مستر امپاور خوش اومدین. در خدمتتون هستم با یه آپدیت دیگه از ارز بیت کوین. آخرین آپدیتی که داخل کانال ما قرار گرفت مربوط به 1 شهریور ماه هست و امروز تاریخ 3 شهریور ماه هستش که تحلیل جدید بیت کوین رو برای شما عزیزان قرار میدم. خب زمانی که این تحلیل رو از تایم فریم روزانه آغاز میکنیم. داخل تایم فریم روزانه ما همچنان همونطور که داخل تحلیل قبلی هم خدمتتون عرض کردم داخل این کانال نزولی قرار داریم و همونطور که قبلا هم گفتم با تست کف کانال ما دوباره به داخل کانال برگشتیم و داخل کانال در حال نوسان هستیم. خب دیروز ما یه پامپ قوی رو داخل بیت کوین داشتیم که قیمت تقریبا از ناحیه 60,000 تا ناحیه تقریبا 65,000 قیمت $5,000 به سمت بالا حرکت کرد. خب این پامپ دلیلش دلیل فاندامنتالی بود. صحبت هایی که آقای پاول دیروز انجام دادن، الفاظ داویشی که به کار بردن باعث ضعف شدید ایندکس دلار شد و بازدهی اوراق شدیداً کاهش پیدا کرد و بازار سهام رشد کرد و همین هم موجب پامپ بیت کوین شد. خب می‌بینیم که کندل پرقدرتی ناحیه 63,000 رو ما پرقدرت شکوندیم و می‌بینیم که روی ناحیه 65,000 با یه ریجکت روبرو شدیم و روی ناحیه 64,000 الان در حال نوسان هست قیمت. زمانی که ما بریم توی تایم فریم 4 ساعته می‌بینیم که بیت کوین روی یه خط روند حمایتی خودش در حال حرکت است و این خط روند رو تقریباً 4 بار تست کرده. خب می‌بینیم که یک بار اینجا، 2 بار، 3 بار و این ناحیه هم 4مین بار بود که اگه وارد تایم فریم 1 ساعته بشیم روی این ناحیه ما داخل اون 2 تا تحلیل قبلی بهتون گفتم که تاییدیه لانگ بیت کوین رو گرفتیم، باهاش همراه شدیم و تا ناحیه 61,000 با بیت کوین همراه بودیم و سیو سود کردیم. خب این دفعه 4می بودش که بیت کوین به خط روند خودش برخورد کرد و میبینیم که خب با اون خبر فاندامنتال و صحبتایی که آقای پاول هم انجام داد یه محرکه فوق‌العاده قوی بود واسش تا بتونه به سمت بالا حرکت کنه و مقاومت 63,000 رو بشکونه. آخرین تحلیلی که داخل کانال ما قرار گرفت تاریخ 1 شهریور ما قیمت توی این ناحیه بود. اون روزم بهتون گفتم که منتظرم قیمت مجدد 59 تا 59,500 رو تست کنه و مجدد لانگ بیت کوین رو بگیرم. خب شما اگه همینجا هم دوباره با لانگ بیت کوین همراه می شدید و اصلا نمیخواستید داخل پوزیشن بمونید، تقریبا یه چیزی هلوش 3% رو تو حالت عادی کسب سود می کردید و اگر هم خب استاپتون رو نقطه ورود میذاشتید و با قیمت همراه میشدید میبینید که در حالت عادی یک چیزی حدود 9% برای شما سوددهی داشت. خب اگه این 9% رو شما با لورج 10 حساب کنید میشه چیزی حدود 90% برای شما عزیزان سوددهی داشته. خب شما زمانی که وارد یه پوزیشن میشید و تا یک مقداری وارد سود میشه اون پوزیشنتون، میتونید یک مقدار از اون پوزیشن رو خالی کنید، استاپتون رو ناحیه ورود بیارید و با قیمت همراه بشید. خب اگر هم که قیمت برگرده خب نهایتش اینه که استاپ شما تو ناحیه ورود خورده و شما اون مقداری رو که سیو سود کردید رو از بازار کسب سودتون رو انجام دادید. ولی خب بعضی مواقع هم به این صورت میشه که قیمت میبینید مطابق حرکت شما پیش میره و سودهای وحشتناکی رو داخل بازار بهتون میده. خب امروز و فردا هم که بازار تعطیل هستش و کاری که خود من امروز
دنبالش هستم و میخوام روی چارت انجام بدم، دنبال سل پوزیشن هستم و یکی رو همین ناحیه یکی قیمت وجود داره و یکی دیگه هم دقیقا رو سقف این کانال و ناحیه استاتیکی که این بالا هست، ناحیه 65000 تا 65500 دنبال سل پوزیشن اسکلپی بیت کوین هستم. خب امروز و فردا تعطیلات، حجم معاملات یه خورده پایین هست و ما میتونیم به صورت اسکل کسب سودهای خوبی رو از بازار داشته باشیم. پس کاری که امروز خود من روی چارت انجام میدم، به صورت اسکلپ دنبال سل پوزیشن بیت کوین هستم، یکی روی همین ناحیه‌های 64000 64500 و ناحیه‌های بعدی که منتظر سل پوزیشنش هستم 65000 تا 65500 هست که بتونم پوزیشن سل بیت کوین رو بگیرم و از بازار کسب سود کنم. در حالت کلی هم بهتون گفتم که در تایم فریم روزانه ما داخل همون کانال نزولی خودمون قرار داریم و داخل این کانال در حال نوسان هستیم. کانال ما رو دنبال کنید دوستان، سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض قرار دادن ویدیو جدید و یا آپدیت بازارها بیاید استفاده کنید، دید کلی از بازار رو به دست بیارید تا بتونید داخل بازار اگر تریدر هستید کسب سود لازم رو داشته باشید. بازار فرصت هاست و باید از فرصت ها استفاده کنید. اگر با دید کامل، آگاهی کامل وارد بازار نشید، سرمایه‌تون متاسفانه از دست میره، دچار آسیب روحی میشید و به سرعت از بازار خارج میشید. پس با تیم ما همراه باشید تا دید کلی از بازار داشته باشید. و این نکته دیگه هم بگم که من هر زمان باز هم تکرار میکنم، پوزیشنی رو که روی بیت کوین داخل همون روز تحلیل رو انجام دادم با شما ایزون به اشتراک گذاشتم و خدا رو شکر تا به امروز تحلیل های ما به درستی عمل کرده و امیدوارم که استفاده لازم رو کرده باشید. مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو تماشا کردید و اینکه اگر هم تحلیل درخواستی دارید از ارز خاصی و یا جفت ارز خاصی داخل فارکس، داخل کامنت ها بنویسید که برای شما عزیزان هر روز که تحلیل داریم اون ارز رو هم کنار بیت کوین برای شما عزیزان آپدیتش رو قرار بدیم. موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. فعلا